به یه روز جدید، شروعی تازه، فرصتی الهی برای قدم گذاشتن به بالاترین نسخه از خودتون خوش اومدید. این مدیتیشن صبحگاهی برای بیدار کردن قلب شما طراحی شده. ذهن شما رو همسو میکنه و میدان انرژی شما رو به عشق، شادی و فراوانی بی حد و حصری که شما رو احاطه کرده باز میکنه. همونطور که گوش میدید به خودتون اجازه بدید در لحظه حال تسلیم بشید. قدردانی کلید باز کردن امکانات بی نهایته. عمیقاً نفس بکشید و در این فضای مقدس دگرگونی آرام بگیرید. یک نفس عمیق آرام از طریق بینی خود بکشید و به آرومی از طریق دهان خودتون بازدم کنید. احساس کنید بدن شما لخت و نرم میشه. ذهن شما آروم میشه. قلب شما باز میشه. با هر دم خود زندگی رو نفس بکشید. انرژی خالص و احیا کننده. بازدم کنید. هر مقاومتی، هر تنشی، هر محدودیتی که دیگه به شما خدمت نمیکنه رو رها کنید. اکنون به آرامی آگاهی خودتون رو به مرکز قفسه سینه بیارید، فضای قلب شما. نوری طلایی و گرم رو تصور کنید که از درون می درخشه. نفس بکشید. ببینید که این نور گسترش پیدا میکنه و قفسه سینه شما کل بدن شما رو پر میکنه. قدردانی از امکان بی نهایت. نفس بکشید. احساس کنید قلب شما با ریتم جهان همگام میشه. دستتون رو روی قلبتون بذارید و ضربان ثابت اون رو احساس کنید. ارتباط با زندگی، با عشق، با همه اونچه که هست. در این لحظه یک تشکر ساده رو زمزمه کنید برای نفس کشیدنتون، برای این روز، برای پتانسیل بی نهایت درون خودتون. این هدیه فراوانی است. وقتی برای اونچه که در حال حاضر دارید سپاسگزار هستید، خودتون رو برای دریافت بیشتر آماده می‌کنید. همین حالا به خودتون اجازه بدید قدردانی عمیق و صمیمانه‌ای رو برای نعمت‌های زندگی خودتون تجربه کنید. تصور کنید که در حالتی از شادی عمیق از خواب بیدار بشید. نور خورشید به آرومی پوست شما رو میبوسه و هوایی که تنفس میکنید تازه و مغذیه. با هوش الهی جهان هماهنگ و همسو شده. خودتون رو ببینید که با آرامش در طول روز حرکت میکنید. با افراد، تجربیات و فرصت‌هایی روبرو میشید که شما رو ارتقا و الهام میبخشند. اکنون و حالا این احساس رو بیشتر گسترش بدید. دوست داشته شدن رو عمیقاً احساس کنید. گرمای روابط عاشقانه، رضایت تجربه‌های معنادار، هیجان فرصت‌های جدیدی که به راحتی آشکار میشن رو احساس کنید. اجازه بدید تمام بدن شما با این قدردانی طنین انداز بشه. و تصور کنید هر آنچه آرزو دارید همین جا و همین حالا وجود داره. این جملات تأکیدی رو بی صدا یا با صدای بلند تکرار بکنید. اجازه بدید حقیقت اونها در وجود شما نفوذ پیدا بکنه. من برای عشقی که به من و از طریق من جریان دارد سپاسگزارم. من با شادی همسو هستم و به راحتی از من ساطع می شود. من فراوانی هستم. من در همه زمینه‌های زندگیم رفاه را جذب می کنم.
من برای امروز، برای فرصت‌های جدید و برای امکانات بی‌پایان سپاسگزارم. من عشق می‌دهم. من عشق دریافت می‌کنم. من برای نعمت‌های بی‌نهایتی که در مقابل من آشکار می‌شوند سپاسگزارم. من لایق تمام زیبایی، شادی و فراوانی هستم که زندگی ارائه می کند. من سالم، پر جنب و جوش و پر از انرژی هستم. من برای معجزات آماده هستم و اونها به راحتی در مقابل من ظاهر میشند. من به خرد بی‌نهایت جهان متصل هستم. من برای عشق بی‌نهایتی که مرا احاطه کرده سپاسگزارم و به راحتی وارد زندگی من می شود. من از هر تجربه قدردانی می کنم، با علم به اینکه مرا به بالاترین خودم تبدیل می کند. من عمیقاً برای بدن، ذهن و روحم سپاسگزارم. من با قلبی باز و قدردانی از فراوانی استقبال می کنم. من برای آرامشی که روحم را پر می کند سپاسگزارم. من برای امکانات نامحدودی که در پیش رویم قرار دارد شکر می کنم. من از مهربانی و عشقی که روزانه دریافت می کنم قدردانی می کنم. من برای خرد و برکاتی که زندگی به من ارائه می دهد سپاسگزارم. من با قدردانی و شادی در لحظه حال در آغوش گرفته شدم. زیبایی طبیعت و هماهنگی که برایم به ارمغان می آورد، برای رفاهی که به راحتی وارد زندگی من می شود متشکرم. من سپاسگزارم. مرا بی قید و شرط دوست دارند و حمایت می کنند. من اطمینان دارم که همه چیز به طور کامل آشکار می شود. برای انرژی خلاقم متشکرم. رویاهایم را آشکار می کنم. برای سکون درون خودم که مرا به الهیات متصل می کند سپاسگزارم. من عشقی را که در زندگیم خلق می کنم جشن می گیرم. من برای قدرتی که درون من است تا واقعیتم را شکل دهم سپاسگزارم. قدردانی در جهان با برکات بی پایان پاسخ می دهد. احساس کنید این کلمات در قلب شما طنین انداز می شوند. در این لحظه واقعیت شما را شکل می دهند. قدردانی انرژیه که جایی که هستید رو به جایی که آرزو دارید باشید پل میزنه. حالا آگاهی خودتون رو فراتر از بدن خود، فراتر از این اتاق، فراتر از خود زمان گسترش بدید. خودتون رو به عنوان انرژی خالص تصور کنید که با میدان کوانتومی امکانات بی‌نهایت ادغام میشه. خودتون رو ببینید که به راحتی تجربیاتی رو جذب می‌کنید که با بالاترین خیر شما همسو میشه. شما دیگه از فراوانی، عشق و شادی جدا نیستید. شما با اون یکی شدید. رشته‌های طلایی انرژی رو تصور کنید که شما رو به هر آنچه که آرزو دارید، روابط، فرصت‌ها، سلامتی، ثروت و شادی متصل می‌کنه. هر رشته نشان دهنده امکانیه که منتظر آشکار شدنه. هرچه قدردانی بیشتری احساس کنید، اتصالات قوی تر میشن. شما آهنربایی برای فراوانی هستید و به راحتی به سمت شما جریان پیدا میکنه. قدردانی رو به روز خودتون بفرستید. امواج طلایی انرژی رو تصور کنید که از قلب شما جاری میشه. هر برخورد و هر فرصت و هر لحظه رو برکت میده.
اطمینان داشته باشید که جهان به نفع شما کار میکنه یا معجزاتی رو از طرف شما ترتیب میده. حالا لحظه ای رو به تأمل در 3 چیز اختصاص بدید که عمیقاً برای اون سپاسگزار هستید. گرمای قدردانی رو احساس کنید که تمام وجود شما رو پر میکنه. برای عشقی که در زندگیتون وجود داره، فرصتهای پیش رو یا شادی ساده زنده بودن سپاسگزار باشید. هرچی که هست اون رو در قلب خودتون نگه دارید و احساس رو تقویت کنید. به چیزی فکر کنید که آرزو دارید در زندگیتون آشکار بشه. این اتفاق منتظر تا ظاهر بشه. طوری سپاسگزار باشید که انگار قبلاً اتفاق افتاده. تصور کنید که جشن میگیرید، شادی رو احساس کنید، هیجان، حس عمیق رضایت. این کلید تجلیه. زندگی در قدردانی برای اونچه در حال حاضر در راهه. به آرومی آگاهی خودتون رو به بدن خودتون بازگردونید. شانه های خودتون رو بچرخونید. یک نفس عمیق بکشید. به آرومی بازدم کنید. اکنون شما کاملا حاضر، قدرتمند و عمیقاً با قدردانی همسو هستید. قبل از اینکه چشمان خودتون رو باز کنید، لحظه نهایی رو به لبخند زدن درونی و تایید اختصاص بدید. جهان به قدردانی من پاسخ میده و امروز من در فراوانی قدم برمیدارم. این انرژی رو در طول روز با خودتون حمل کنید. منتظر معجزه باشید. شادی رو احساس کنید. در عشق زندگی کنید. حالا چند لحظه رو به سادگی در این احساس قدردانی استراحت کنید. نیازی به عجله نیست. بگذارید انرژی در شما مستقر بشه. عشق، شادی و فراوانی که شما رو احاطه کرده رو نفس بکشید. بذارید کاملا در وجود شما ادغام بشه. همونطور که امروز پیش میرید، بدونید که قدردانی ابرقدرت شماست. هرچه بیشتر به زیبایی‌های اطرافتون تمرکز کنید، زیبایی بیشتری جذب خواهید کرد. این زمان شماست. این روز شماست. شما بی نهایت مورد لطف و برکت هستید.